بنده صلاح‌الدین عزیزیان، مؤسسه آرمان‌اندیش صدرا در حوزه خدمات مالی و حسابداری سالیان متمادی است در خدمت همشهریان عزیز، علل خصوص بخش صنعت و بخش اقتصاد استان بودیم. از سال 1390 مؤسسه آرمان‌اندیش صدرا رو تأسیس کردیم که البته اوایل به شکل دفتر مشغول به فعالیت بودیم، ولکن ثبت مؤسسه رو در تاریخ 5/9/1397 انجام دادیم. مهدی بیگزاده هستم. الان نزدیک 10 ساله که در حوزه اقتصاد و مالی فعالیت دارم و چندین سالی که با افتخار در خدمت مؤسسه آرمان‌اندیش صدرا هستم. اینجا ما کار تخصصی در حوزه حسابرسی و حسابداری انجام میدیم. هوشیار عزیزیان هستم. از سال 1391 فعالیت خودم رو در مؤسسه آرمان‌اندیش صدرا شروع کردم. کافیه عیسی‌زاده هستم. فارغ التحصیل رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد. بنده به تازگی وارد مؤسسه آرمان‌اندیش صدرا شدم. هدف بنده از وارد شدن به این مؤسسه دستیابی به قله‌های موفقیت در حوزه حسابداری و حسابرسی هستش. اخوان عزیزیان هستم. از سال 1398 فعالیت خودم رو در مؤسسه آرمان‌اندیش صدرا شروع کردم. حسابداری و حسابرسی از جمله موضوعات و مباحث فراگیر و بسیار مهم در سطح جامعه ما هستش که با اکثریت فعالیت‌ها اهم از صنعتی و غیر صنعتی در ارتباط هست. لذا توجه به موضوع حسابداری و حسابرسی میتونه در جامعه ما در سطوح مختلف نظم به دنبال داشته باشه. به عنوان عضوی از جامعه با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی خود و احساس نیاز به تأسیس یک واحد خدمات در زمینه حسابداری و خدمات مالی با هدف ارائه خدمات مطلوب به واحدهای اقتصادی و صنعتی علل خصوص قشر فعال در بخش تولید و همچنین ایجاد کارآفرینی برای فارغ التحصیلان رشته حسابداری از سال 1390 اقدام به تأسیس دفتر حسابداری و خدمات مالی نوشتم که در ادامه این مسیر با توجه به روند پیشرفت کار و گسترده شدن فعالیت و همچنین با هدف توسعه و اثر بخشی بیشتر خدمات اقدام به تأسیس مؤسسه نمودم که فعالیت خود را از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی تبدیل کردم. حسابرسی به معنی بازرسی کلیه مدارک و اسناد حسابداری به منظور کشف تقلب و یا اشتباه هستش. یعنی در واقع میشه گفت که حسابرسان کار حسابداران رو میان بررسی میکنن و نتیجه رو به هیئت مدیره، سهامداران، بانک ها و یا سایر سازمان های نظارتی و قانونی گزارش میکنن. کاری که ما اینجا انجام میدیم در واقع یک کار تخصصی در حوزه مالی و حسابداری هست و به این شکلی که ما نظارت و کنترل میکنیم بر کار حسابداران در شرکت ها و صنایع و این باعث میشه که شفافیت و نظارت در حوزه‌های اقتصادی و صنایع روز به روز افزایش پیدا بکنه و این باعث میشه که کشور ما بتونه در مسیر توسعه قرار بگیره. در حال حاضر در خدمت 8 نفر از دوستان عزیز ما هستیم به صورت مستقیم در خود مجموعه مؤسسه و خب از بدو تأسیس دفتر تا کنون بالغ بر 30 نفر به عنوان همکار وارد مجموعه شدند و خب به نوعی یا در حال حاضر نیز با ما
همکاریشون ادامه داره و خب یا بدون در شرکت‌های دیگری مشغول کار هستن و یا در عرصه‌های دیگری. اما به صورت غیر مستقیم نیز دوستان زیادی رو ما خب زمینه ایجاد شغل و کارآفرینی براشون ایجاد کردیم. خانم سانجاد او داشتی که مگوتی تجربه خوب دید که دو آقای بیگزاده و آقای عزیزیان خوشبختانه دورا کن این گلیگ ده هاته نیجیب کن درسته؟ اما خب امتیاز اگه در نسبت به وانه های برای خوب آقای بیگزاده هشتا دانشجو آقای عزیزیان تازه کارلانی و خوبی گرتی یا یادی مجموع برای خود امکان اکادنیو که های ارشده خوشی گرتی دیگه الان راحت بودیشی بشیدش خب مثلا مسیری که از بشم نفر اگه که تازه که حساب داری در چه دانشجو بیدن ایش تو فرض که ما 4 بیدن ما 5 بیدن هم مسیر 5 هاویه دو بشید به انتظار هنگ و هم مسیری که حداقل میهن کیم که دو هاویه دو تو بگیریم دستشتی که برای خودی و به من همه بگو داشتی پیش کسبت دنیده تا چای خود هم آوردیم چای بیگزاده بید آقای عزیزیان بید آقای خوام بیدن آقای عزیزیان آقای بیگزاده که تقریبا ایده هم دوره نگه هنگو پیش بخواد که تعامل اگه باش هر نتیش خواهی انشالله اگه خونه هست که تنجیاتی او نتیجه که مزده انتظار هم بگم نتیجه از زمانی که وارد این مؤسسه شدم متوجه این شدم که پایه و اساس این مؤسسه بر اساس اخلاق مداری و قانون مداری بنا شده و همینطور مدیر این مؤسسه دارای نظم و انضباط و قوانین خاص خود بوده و تمام کسانی که در این مؤسسه فعالیت میکنن. از ویژگی‌های منحصر به فرد این مؤسسه توجه و اعتماد به توانایی‌های فردی است. یکی از خصوصیات ویژه مؤسسه آرمان اندیشه صدرا اخلاق مداریش هستش. یکی دیگه از ویژگی‌های مؤسسه آرمان اندیشه صدرا متعهد بودن هستش، یعنی تعهد خودش رو در قبال سازمان‌ها، شرکت‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی اینا رو به نحو احسن و در موعد مقرر به جا بیاره. هر کدام از اعضای این مؤسسه از لحاظ علمی و عملی دارای توانایی بسزایی بوده که این یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این مجموعه بوده و می‌تواند بنده را در رسیدن به اهدافم کمک نماید. افتخار اینو داشتیم که سالیان متمادی در خدمت قشر زیادی از فارغ التحصیلان رشته حسابداری بودیم و این دفتر رو بستری برای هم آموزش و هم محلی برای فعالیت این قشر از دوستان بکنیم. قدر مسلم آنچه که هدف نهایی ما بوده به عنوان یک مسئولیت اجتماعی این بوده که گامی رو در راستای کارآفرینی برای قشر تحصیل کرده ما که عمدتاً فارغ التحصیلان رشته‌های حسابداری و رشته‌های مرتبط میباشن رو برداریم. به عنوان یک برادر کوچک توصیه دارم به قشر سرمایه‌دار جامعه. توصیه بنده این است که این مسئولیت اجتماعی خود را دریابید. به عنوان عضوی از جامعه به عرصه کارآفرینی بیارین، چرا که بنده خودم معتقدم لذتی که در کارآفرینی هست در هیچ عرصه دیگری نیست. قطعاً در این مسیر سختی‌های زیادی هست. با توکل بر خداوند متعال و به پشتوانه هدفی که داره دنبال میکنه سختی‌های مسیر رو براش قطعاً سخت میکنه. میگه وقتی من محدودم، میگه برای خود تاریخ هم برای خود نحوت نه. خب حتی تاریخ حوادی نه انتظارم مهنگو های دو برابر در این تلاشه بکن زمان دو برابر داریم تعدیل نبیشن رو که تعدیل هم بکنه تعدیلاتت که چون این نسی حوادی نسی حوادی خوشید بودم دان نقلاقی بشت هنگی سی حوادی ما خلاص بی انشالله ولی دید نزدید منگو همه سی رو چون بیره همه استراحت به یاری خداوند بنا رو بر این داریم که انشالله در آینده تلاشمون رو چندان بکنیم و در ادامه این مسیر بستر لازم رو برای عزیزانمون در این حرفه بیشتر و بیشتر فراهم بکنیم تا بتوانیم دوستان بیشتری رو
به عنوان همکار داشته باشیم.